درود و مهر بهتون. خیلی خوش اومدین به مینی دوره رایگان من. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه 2 تا آهنگ یاد بگیریم، 2 تا از پرطرفدارترین آهنگای پاپ ایرانی. یکیش به نسبت ساده تر از اون یکیه که در ادامه با هم دیگه یاد میگیریم. قبل از اینکه هم بریم سراغ یادگیری اون 2 تا آهنگ، یه چیزی که بچه‌ها خیلی داخلش ایراد دارن و میخوام بهتون یاد بدم به روش کدگذاری. اونم که خیلی از بچه‌ها لاتین نوت‌ها رو، یا بهتر بگم لاتین آکوردا رو با هم دیگه قاطی میکنن. خیلی راحت نمیتونن به خاطرشون بسپارن. پس میخوام یه روشی رو بهتون یاد بدم که خیلی راحت بتونید لاتین نوت‌ها رو تشخیص بدید از هم دیگه و دیگه با هم دیگه قاطیشون نکنید. و غیر از اون یه سورپرایز براتون دارم. 5 تا کارت به کارت 1 میلیونی داریم برای 5 نفر. عزیزانی که تا آخر این ویدیو رو نگاه میکنن، به صورت رندوم اعدادی روی ویدیو نمایش داده میشه که این اعداد رو بعد از پایان ویدیو کنار هم دیگه قرار بدید و به آیدی پشتیبانی تلگرام ما ارسال کنید. شاید شما جزو اون 5 نفر باشین. برای همین انقدر اصرار داشتم که وقتی لینک مینی دوره رو دریافت میکنین، خیلی سریع مینی دوره رو ببینین که شانستون رو امتحان بکنین، چون این شانس برای افرادیه که سریعتر ویدیو رو میبینن. بزن بریم سراغ یادگیری لاتین نوت ها. بچه‌ها ما 7 تا نوت داریم: دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. این 7 تا نوت رو ما به شکل حروف انگلیسی نشون میدیم، یا بهتر بگم نمادشون به شکل حروف انگلیسیه دیگه. دو رو با سی انگلیسی نشون میدیم، ر رو با دی انگلیسی نشون میدیم، می رو با ای نشون میدیم، فا رو با اف نشون میدیم، سول رو با جی نشون میدیم و لا رو با ای نشون میدیم و سی رو با بی نشون میدیم. حالا چیکار کنیم که اینا رو از همدیگه بهتر تشخیص بدیم؟ سی انگلیسی نماد 2 بود. بریم سراغ کدش یا رمزش که بهتر بتونیم یادش بگیریم و بهتر توی ذهنمون بشینه. هر موقع سی انگلیسی دیدیم یادمون بیفته به حرف دال فارسی. سی انگلیسی یه کوچولو شکم داره، یه تو رفتگی داره، دال فارسی هم یه تو رفتگی داره. پس اینجوری با هم دیگه مچش میکنیم. سی نماد 2. بریم سراغ ر. این قسمت دی رو ببینین بچه‌ها، شبیه ر فارسی نیست. پس بیاین اینجوری با هم دیگه یادش بگیرید. دی نماد ر. می رو با ای انگلیسی نشون میدیم دیگه. اینو چجوری کدگذاری کنیم؟ می هم وزن ایه، می ای. اف که دیگه لازم به کدگذاری نداره، اف همون فای خودمونه. سولو با جی نشون میدیم. اینو چجوری یادش بگیریم؟ بچه‌ها سین توی زبان فارسی دندونه داره دیگه. این قسمت جی رو نگاه کنین، یه دندونه داره به سمت بیرون. اینجوری بیاین با هم دیگه یادش بگیریم. سولو با جی نشون میدیم، از روی دندونه هاش با هم دیگه کدگذاری کنیم. حالا لا رو با ای نشون میدیم. لا هم وزن آ، لا آ. و آخرین نوت ما سی که با بی نشونش میدادیم. اینجوری نشانه گذاری کنیم که سین 3 تا دندونه داره، بی هم 3 تا گوشه داره. پس هر جای بی دیدین این یعنی سی، نماد سی. حالا میخوایم بریم سراغ مبحث آکوردها. چجوری آکوردها رو از همدیگه تشخیص بدیم؟ بچه‌ها آکوردها تعدادشون خیلی زیاده، اما ما با 2 الی 3 تا دستشون بیشتر توی پاپ ایرانی سر و کار نداریم. توی 99% مواقع ما سر و کارمون با همین 3 تا دسته هستش. آکوردهای ماژور، مینور و 7. حالا اصلا آکورد چیه؟ زمانی که ما بیش از 1 نوت رو همزمان میگیریم بهش میگیم آکورد. در اصل ما آکورد گرفتیم. پس به گرفتن چند تا نوت همزمان با هم دیگه میگیم آکورد، که یا میتونن ماژور باشن یا مینور باشن یا 7 باشن. توی این ویدیو میخوام ماژورها و مینورها رو براتون توضیح بدم که چطور از هم دیگه تشخیص میدیم و چطور اینا رو مینویسیمشون. این آکورد لا مینوره. کاری ندارم به فرم گرفتنش. میخوام فقط ببینین که من 3 تا نوت رو به شکل همزمان گرفتم. چون من چند تا نوت همزمان گرفتم این میشه یک آکورد. این هم میشه یه آکورد دیگه. من آکوردهای باردار. میبینین بچه‌ها من چند تا نوت رو به شکل همزمان گرفتم. اینا همشون آکوردن. پس این پیش زمینه رو داشته باشین که اصلا آکورد چیه و چطور مینویسیمشون و چطور از هم دیگه تشخیص میدیم. آکوردهای ماژور چیان؟ آکوردهای مینور چیان؟ توی قسمت اول ویدیو براتون توضیح دادم که نماد هر نوتی به چه شکلی نوشته میشه و با هم دیگه یادش گرفتیم چطور به خاطر بسپاریم. حالا میخوام آکوردهای ماژور رو براتون بگم. بچه‌ها هر کدوم از این نماد انگلیسی که براتون توضیح دادم اگر تنها اومد بدون هیچ پسوند و پیشوندی اون آکورد ماژوره. اگر ای تنها دیدین این آکورد میشه لا ماژور. چرا لا ماژور؟ به خاطر اینکه ما با هم دیگه یاد گرفتیم ای یعنی لا.
حالا چون هیچ پسوند و پیشوندی نداره، هیچ حرف اضافه‌ای نداره، پس ای تنها خونده میشه لا ماژور، دو ماژور، ر ماژور، می ماژور، فا ماژور، سل ماژور، لا ماژور و سی ماژور. حالا بریم سراغ آکوردهای مینور. از کجا تشخیص بدیم که این یه آکورد مینوره؟ هر کدوم از این حروف انگلیسی رو، نماد نوت‌ها رو کنارش یه ام کوچیک انگلیسی دیدین، اون آکورد مینوره. به فرض مثال C M، این آکورد یک آکورد مینوره و دو مینور خونده میشه. D M آکورد ر مینور، E M آکورد می مینور، F M آکورد فا مینور، G M آکورد سل مینور، A M آکورد لا مینور، B M آکورد سی مینور. به همین راحتی یاد گرفتیم آکوردهای ماژور رو چجوری تشخیص بدیم و چجوری بنویسیم و آکوردهای مینور رو چجوری تشخیص بدیم و چجوری بنویسیم. این از مقدمات یادگیری آکوردها. بزن بریم برای یادگیری اولین آهنگ که آهنگ بارون از شادمهره. ریتمشو میخوام اول براتون بگم و آکورداشو که خیلی آکوردهای ساده‌ای داره. برای اجرای ریتمش که یه چارچار خیلی قشنگه، یه ضربه میزنم به سمت پایین، به اندازه 1 شماره مکس میکنم. ضربه بعدی میشه اجرای تکنیک کپ. با کنار دستم همزمان با اینکه دارم با انگشت آی به سمت پایین ضربه میزنم، سیمهای گیتار رو میگیرم و اصطلاحاً خفه میکنم. پس شد 1 2 یا 1 و 2، 1 و 2 یا پایین سکوت کپ. ضربه بعدی ضربه است که باید به سمت بالا اجرا بشه. 1 و 2 و 3 و که کاملا سکوته و هیچی اجرا نمیشه. 3 و حالا شماره 4 میخوام یه مدل کپ دیگه بزنم. دستمو نیمه مشت میکنم، نه کاملا بسته نه کاملا باز، نیمه مشت و از ناحیه مچ به سمت بیرون دستمو میشکنم. یه ضربه میزنم روی 6 تا سیم. پس شد 1 و 2 و 3 و 4. حالا وی که بعد از 4 میاد سکوته و باید براش 1 شماره مکس بکنم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و برای اجرای این آهنگ توی این گامی که من میخوام این جلسه یادتون بدم احتیاج داریم به 4 تا آکورد خیلی ساده که یکیش آکورد لا مینوره، انگشت اول فرت اول سیم 2، انگشت 2 فرت دوم سیم 4 و انگشت 3 فرت دوم سیم 3. آکورد لا مینور نمادش هم که یاد گرفتیم AM نماد این آکورد هستش. آکورد ر مینور، انگشت اول فرت اول سیم 1، انگشت 2 فرت دوم سیم 3 و انگشت 3 فرت سوم سیم 2. نماد این آکورد هم DM هستش، آکورد ر مینور. آکورد بعدی آکورد لا دیز ماژوره. بچه ها دیزها رو براتون نگفتم، فقط بدونید که دیزها علامت مربع هست توی موبایلمون ازش استفاده میکنیم. این علامت اگه کنار نماد آکوردا دیدین بدونین دیز خونده میشه، دیز. الان میخوام آکورد لا دیز ماژور رو براتون بگم. چرا لا دیز ماژور؟ بچه ها ای که نماد لا بود، این علامت مربع هم که توی موبایلمون داریم توی موسیقی دیز خونده میشه، پس این میشه لا دیز. حالا مینور یا ماژور نگاه میکنم به نماد آکوردم، چون ام نداره این آکورد یک آکورد ماژوره، پس این آکورد خونده میشه لا دیز ماژور. جی گرفته میشه انگشت اول فرت اول سیم 1، انگشت 2 فرت سوم سیم 4، انگشت 3 فرت سوم سیم 3 و انگشت 4 فرت سوم سیم 2. یه صدای حزن‌انگیزی داره. و آکورد سل مینور که من میخوام شکل ساده شدهش رو توی این اجرا بگیرم برای شما هم راحت تر باشه.
با انگشت 1 4 تا سیم اول فرت سومو میگیرم. نوادش هم جی ام هستش، سول مینور. حتما توی چنل تلگرام من عضو بشین و آکورداشو بردارین. بریم برای اجرا. صدای نم بارون، تو که نیستی چه دلگیره، هوا وقتی میشه ابری، دلم واسه تو میگیره، منم قطره بارون که میشینه روی موهات، اگه حتی شکستم من نیاری خم به ابروهات. من دلم بارونو خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. دلم بارونو خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. بزن بریم برای یادگیری آهنگ اما نمیشه از معین. یا آهنگ شاد قری که قرار 2 تا ریتم 6 و 8 شاد قری داخلش یاد بگیریم و یه پاساژ خیلی جذاب. گامی که من میخوام اجرا بکنم گام سی مینور هستش. سی مینور باره هفتمو میگیرم، باره هفتمو به شکل کامل، انگشت 3 رو میذارم فرت نهم سیم 5 و انگشت 4 رو میذارم فرت نهم سیم 4. این میشه آکورد سی مینور. آکورد بعدیمون آکورد می مینور باره هفتم هست که دقیقا همین باره هفتم رو میگیرم، انگشت دومم رو میذارم فرت هشتم سیم دوم و انگشت سومم رو میذارم فرت نهم سیم 4 و انگشت چهارمم رو میذارم فرت نهم سیم سوم. آکورد بعدیم آکورد لا مینور هستش. لا مینور باره پنجم، باره پنجم رو کامل میگیرم، انگشت 3 رو میذارم سیم پنجم فرت 7 و انگشت 4 رو میذارم سیم چهارم فرت هفتم. آکورد ر ماژور باره پنجم که باره پنجم رو با انگشت 1 کامل میگیرم، انگشت 2 3 4 رو به ترتیب میذارم سیم 4 3 2 فرت هفتم. این میشه آکورد ر ماژور باره پنجم. و همین آکورد رو میام جلوتر و باره رو روی فرت هفتم میگیرم. این آکورد میشه آکورد می ماژور باره هفتم. برای اجرای این آهنگ من از 2 تا ریتم استفاده کردم. ریتم اول ضربه اول به سمت پایین، ضربه دوم سکوت 1 2، ضربه سوم حرکت لرزشی هستش به سمت بالا یا حرکت استرامینگ به سمت بالا با تاکید بیشتر به سمت بالا ضربه میزنم. 1 2 3. حالا 4 روی سیمهای بیس یا باس به سمت پایین و ضربه 5 روی سیمهای تریبل به سمت پایین و ضربه شماره 6 سکوت هستش. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. حالا میخوام پاساژش رو بگم روی این ریتم. 3 ضرب اول این ریتم رو میخوام روی سی مینور باره هفتم بزنم. 1 2 3. حالا 3 ضرب بعدی رو میرم روی آکورد لا مینور باره 5 و 3 ضرب دوم رو روی لا مینور میزنم. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. و ریتم دومی که من توی این آهنگ میخوام ازش استفاده بکنم یه ریتم 6 و 8 دیگه است که یه ضربه میزنم به سمت پایین
شماره 2 دوباره مکسه، 1 2. شماره 3 میخوام با انگشتای X A M I به سمت بالا به ترتیب ضربه بزنم. یک دو سه، حالا 4 کپ میکنم، 1 2 3 4، حالا 5 به سمت بالا، 6 دوباره سکوته، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. بریم برای اجراش. هزارون بار دلو شکستی، میخوام که رنجوشم اما نمیشه، آخه دوست دارم توی بال و مرم، دنیای منی ای تاج سرم، درد سرم، دنیا سمال منی، تو سر نوشتا تو فال منی، به باغ و بستان من گل میخوام، تو بهار هر سال منی. میخوام از اجرای این آهنگ جذاب که کلی نکته مفید با هم دیگه یاد گرفتیم. ممنونم ازتون که با من توی این ویدیو همراه بودین. لایک ویدیو یادتون نره. برای دریافت متن این دوتا آهنگ کافیه توی چنل تلگرام من عضو بشی و برشون داری. راستی یادت نره این عدد 6 رقمی رو به تلگرام پشتیبانی ارسال کنی. عزیزانی که میخوان از صفر گیتار پاپ رو شروع کنن میتونن که توی دوره 25 جلسه من شرکت بکنن. از هر جای دنیا هم که باشین میتونین ثبت نام بکنین که با متد تخصصی راون که ساده ترین متد تخصصی من هستش بتونید گیتار پاپ رو با بیانی ساده آموزش ببینید و بتونید تمام ترانه های مورد علاقتون رو از صفر بزنید و بخونید. دوستتون دارم. بریم چکیده 1 دقیقه دوره رو ببینیم به همراه رضایت های دوره. من شایانم، به تازگی توی دوره VIP گیتاریست رو ثبت نام کردم و بسیار از محتوای دوره‌اش رو راضیم. من به دلیل علاقه زیادی که به ساز گیتار و سبک بزنم بخونم داشتم، می‌خواستم که توی 2-3 ماه هم بتونم بزنم هم بتونم بخونم. از طرفی هزینه و زمان زیادی آموزشگاه موسیقی از من می‌گرفتن و من دیر بخواستم برسونم. خوشبختانه با این دوره آشنا شدم و موفق شدم با محتوای شگفت‌انگیزشون به رازهای سبک پاپ مسلط بشم. در نهایت من تشکر می‌کنم از مدیریت و تیم پشتیبانی بی‌نظیرشون که 24 ساعته برای رفع مشکلات من زحمت کشیدن و به همه علاقه‌مندان سبک پاپ این دوره بی‌نظیر رو پیشنهاد می‌کنم. سلام، من فاطمه هستم از اصفهان. قبلا یه آموزشگاهی ثبت نام کرده بودم که مسیرش برام طولانی بود و هزینه‌اش هم خیلی بالا بود. من دوست داشتم که با گیتارم بزنم بخونم ولی آموزشش اونجوری نبود، خیلی زمانی بود تا من بتونم بزنم بخونم. ولی الان با دوره VIP گیتاریست شد آشنا شدم، شرکت کردم تو این دوره. خیلی راضیم، واقعا عالی آموزشاش، میتونم بزنم بخونم. این دوره در برنامه‌ای که می‌خواستم و به شدت توصیه می‌کنم. سلام، من زهرام توی دوره VIP گیتاریست رو شرکت کردم و واقعا از این دوره راضیم. قبل از که این دوره رو شرکت کنم یک دوره سرزایی حضوری شرکت کردم که اصلا هیچ چیز از این دوره برام قابل فهم و قابل درک نبود. کلا دیگه ادامه ندادم تا اینکه این دوره رو شرکت کردم. واقعا راضیم از این دوره. یکی از بهترین حسایی که میشه گفت من به خاطر اون اصلا کلا تصمیم گرفتم گیتاریست بشم این بود که بزنم بخونم یاد بگیرم و من الان کاملا مسلطم این که بزنم بخونم یاد گرفتم. تو جلسه سوم من میتونستم آهنگ بزنم و بخونم با گیتار، یا آهنگی کامل مسلط بوده. این خیلی برای خودم حس خوبی داشت و همینطور اطرافیانم و خانواده خیلی براشون ارزش داشت و تشویقم کردن. واقعا ممنونم از این دوره خوبتون و پیشنهاد میکنم که همه این دوره رو شرکت کنم. مطمئنم هیچکس پشیمون نمیشه. سلام، من شاد مهرم. از اونجایی که من دانشجو هستم دنبال پکیج آفلاینی بودم که تو کمترین بازه زمانی بتونم به تکنیک‌های نوازندگی سبک پاپ مسلط بشم. واسه همین دوره VIP گیتاریست رو انتخاب کردم و توش ثبت نام کردم و محتوای این دوره خیلی برام رضایت بخش بود. با وجود اینکه نوازندگی من با گیتار آکوستیک بود، این دوره خیلی بهم کمک کرد. پیشنهاد می‌کنم تمام دوستانی که علاقه‌مند هستن این دوره رو حتما ثبت نام کنن. سلام، من نگینم. قبلا تو آموزشگاه مختلفی واسه یاد گرفتن گیتار شرکت می‌کردم و پیشرفت اونچنانی نداشتم. از زمانی که با پک VIP گیتاریست رو آشنا شدم و استفاده
کنم تونستم که هم بخونم هم بزنم. مرسی. سلام، من یگانم و هنرجوی دوره VIP گیتاریست شو هستم. من به خاطر محدودیت تایمی که داشتم نمیتونستم سریع زمان مشخص توی کلاس ها شرکت کنم. به خاطر همین این پکیج رو تهیه کردم و کاملا راضیم از این پکیج. من هدفم این بود که بتونم به گیتارم بزنم و بخونم و تونستم با استفاده از این دوره توی مدت زمان کمی به هدفم برسم و الان کاملا میتونم با گیتارم بزنم و بخونم. و از این پکیج رضایت کامل رو دارم و تونستم به راحتی یاد بگیرم و آموزش‌های خیلی واضح و خوبی دارم. سلام، مرتضام. یه دوره کوتاهی که دارم با متد گیتاریست شو کار میکنم. بسیار راضی بودم، حتی از کلاس‌های حضوری که قبلا داشتم برام مفیدتر بوده و بیشتر به پیشرفتم کمک کرده و به سرعت کمکتون میکنه تو زدن و خوندن با گیتار حرفه‌ای بشید. سلام، من آتنا هستم. تو دوره VIP گیتاریست رو شرکت کردم. با تمرین خودم تونستم توی 1 ماه بزنم و بخونم. قبلا میرفتم آموزشگاه ولی با من پاپ کار نمی‌کردم و زیاد با تمرین نمی‌کردم. پیشرفت زیادی نکردم ولی الان میتونم با گیتار خودم بزنم و بخونم. سلام، من زهرا از دوره VIP گیتاریست رو استفاده کردم. خیلی خوب و قابل فهم بود و در زمان خیلی کمی خوندن و زدن رو یاد گرفتم. کلاس‌های دیگه جای دیگه شرکت کردم، اصلا چیزی یاد نگرفتم، چیزی نفهمیدم، ولی خب این دوره خیلی خوب، دوره خوبی بود و اینکه پیشنهاد می‌کنم شما هم از این دوره استفاده. سلام، من نسیم هستم، هنرجوی VIP گیتاریست شو. من خیلی علاقه داشتم که با گیتارم بزنم و بخونم، ولی خب بیرون اونطوری که دوست داشتم پاپ رو بهم یاد نمیداد و من خیلی علاقه داشتم که پاپ بزنم و بخونم. حالا با این دوره آموزشی تونستم که پاپ رو خوب یاد بگیرم و بزنم و بخونم. سلام، من سعیدم، 40 سالمه، ساکن سوئیس. کیفیت کلاس ها، پشتیبانی همیشگی و آموزشش بسیار بسیار راضیم و میتونم اون رو به تو هم پیشنهاد بدم. پس اگه آرزوی گیتاریست شدن رو داری، اول از همه یک گیتار تهیه کن و از این کلاس های آفلاین با کیفیت لذت ببر. سلام به همه شما مهربونا و علاقه‌مندان ساز گیتار. امیدوارم که حالتون فوق‌العاده عالی رو اجرا بکنید. اگر فرت سوم توی ملودی داشتین، باید با همه آکوردها رو 8 تا می‌زنید جلو و به جاش آکوردهای جدید. اول فرت دوم سیم 4، انگشت پیشی باورش نکرد، اشکاشه کاپو اجرا بشه. مثلا اگه می مینور بدون کاپو اینجا بود، ولی وقتی که کاپو گذاشت دنیا میاد تا وقتی که 2 3. حالا شماره 4 برمیگرده بالا. پس شد میگه 3 1 2 3 4. این میشه بچه‌ها تکنیک آپاگان. من تکیه دارم میدم. خب حالا بچه‌ها ضربه سوم برمیگرده بالا.